قطار خوشحال نیمه شبه و قطاری از دل شب با سرعت در حال حرکته. اون یه قطار شاد و خوشحالیه که همیشه یه لبخند روی صورتش داره. قطار خوشحال ما از کنار یه درخت زیر یه پل با سرعت تمامی اتوبوس‌ها و ترامواها رو پشت سر میگذاره. خنده کنان از تمام مزارع و دریاچه‌ها رد میشه. هیچی نمیتونه اون رو متوقف کنه. اون سود زنان بدون استراحت و روز بعد هم همچنان در حال حرکته. سرانجام به سرزمینی دوردست میرسه. همینطور که از کنار آدم‌های غریبه با صورت‌های ناآشناشون رد میشد، آروم آروم ترسی تمام وجودش رو فرا گرفت. لبخند از لباش محو شد. دوباره شب شد و این بار به سرزمینی دورتر از هر جایی که قبلا رفته بود رسید. اون میخواست برای مدتی استراحت کنه، اما در این جنگل که پر از فیل بود ترسی تمام وجودش رو فرا گرفته بود. ناگهان یه بوته در نزدیکی شروع کرد به تکون خوردن. از ترسش دادی کشید. پسر کوچولویی با شادی و خوشحالی از بوته بیرون پرید. اون پسر تو دستاش یه فلوت جادویی داره و شروع به نواختن کرد. نوت‌های شاد اون فلوت به قطار قصه ما کمک کرد که حالش بهتر بشه. همین جوری که پسر در حال نواختن بود، قطار دوباره آروم آروم شجاعتش رو به دست آورد. اون دور پسر شروع کرد به رقصیدن و شادی و خوشحالی دوباره برگشت. پسر تمام شب رو نواخت. قطار و همه حیوانات جنگل برای ساعتها با شادی به جشن و پایکوبی مشغول بودند. روز بعد با کمک پسر و فلوت جادویی دوباره شادی و خوشحالی به قطار برگشت. اون حالا آماده است که سفرش رو با یه لبخند روی صورتش دوباره ادامه بده.